پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به یکی از گروه‌های موسیقی که حسابی این روزها گل کرده و قطعاً شما هم راجع بهش شنیدید صحبت بکنیم. گروه اکسپند. صد بارم دنیا بیام با سایی انتخابم. سلام چطوری عشقم؟ الان حرفت بود اتفاقا. همه میگن پسر بدی خوبم تو اشتباهن. یک گروه کاملا عجیب و غریب هستش که اگر امروز راجع به پشت پرده هاشون با شما صحبت بکنیم قطعا شما هم با من هم نظر خواهید بود. گروهی که قطعا شما بهتر از من میدونید که موزیک ویدیوهاش با تبلیغ‌های متعدد سایت‌های قمار و شرط بندی همراه هستش و یک گروه بزرگ سایت شرط بندی پشت این گروه اکسپند هستش و شاید جالب باشه براتون که چرا خواننده گروه اکسپند از یک حالت ماسک استفاده میکنن، انگار مثلا جوشکاریه برمیدارن و از این ماسک‌ها استفاده میکنن. اما داستان اصلی از این قرار هستش که تنظیم کننده و خواننده اصلی این گروه در داخل ایران هستن. حالا اگه بخوام خیلی دیتیل هم بدیم، امروز دوتا از دوستان خوب من که در کار موزیک هستن از کشور سوئد همراه ما هستن، آقا سیاوش و آقا رامین، که حالا جلوتر بهشون میپردازیم. راجع به گروه اکسپند با شما صحبت میکنن. حالا چرا این دوتا عزیز قرار بوده که آقا رامین یکی از اعضای گروه اکسپند باشه، تصاویرشون هم شما به صورت لایو میبینید و خیلی دست به سینه شیک نشستن جلو دوربین. البته اینا پشت دوربین خیلی شرم، حالا اینطوری نبیننشون، ولی خب حالا صحبت بکنیم خودتون متوجه میشید و صحبت میکنیم راجع به گروه اکسپندی که اگر بخوام خیلی حالا دیتیل بدم، خواننده اصلی اکسپند که اون خانومه هستش در داخل ایران هستش، به خاطر همین از ماسک استفاده میکنه و یکی از خواننده اصلی ساسی بوده در دو سه تا آهنگ سوپر مگا هیت ساسی، همون آهنگ دکتر جون دکتر و سایر آهنگای ساسی هم خونده در قسمت‌های مختلف. دکتر جون دکتر آقامون جنتلمنه. کلا در پشت پرده خیلی رک به شما بگم، فرشید پسر ابی و ساسی با تشکیل سایت‌های قمار و شرط بندی که دارن این گروه رو بولد کردن که هم تبلیغات سایت‌های شرط بندیشون باشه و هم از اون طرف بتونن فعالیت موسیقیشون رو داشته باشن به همراه رادیو جوانی که قطعا خیلی از شما بهتر از من مافیای رادیو جوان رو میشناسید که هر روز هم تلاش میکنن که این قضیه رو پروموت کنن. اما این مقدمه تقریبا طولانی رو گفتم که برسیم به دوتا دوست عزیزمون، آقا سیاوش که در سمت راست تصویر هستن با پیراهن مشکی و آقا رامین در سمت چپ با پیراهن سفید با دو بنده سفید. خب علاوه سنی و دکوراسیون نشون داده میشه که آقا سیاوش سنش بالاتر هستش، کسی که کار آهنگسازی انجام میده، تنظیم و حالا هر کاری که شما فکر بکنید انجام میدن. اولی صحبتی با آقا سیاوش داشته باشیم تا به آقا رامین هم برسیم راجع به اکسپند صحبت بکنم. آقا سیاوش سلام میکنم به شما و مرسی که با ما همراه هستید. سلام عرض میکنم امین جان، مرسی که ما رو تو برنامه خوبتون دارین. سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده‌های برنامه پشت پرده. امیدوارم که یه شب جنجالی و دوست داشتنی رو با هم سپری کنیم. جنجال دوست دارید دیگه. خب آقا رامین هم سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا رامین یکی از کسایی بوده که قرار بوده با تیم و گروه اکسپند همراه باشه. نیستی و دلم میخواد همه خاطراتمو با تو نقاشی کنم، واسه زنده موندنه حسی که بهت دارم، خیلی تلاش میکنم. بیا شعرامو بخون، درد این دوری منو داره شاعر میکنه. این دیوونه به کسی نمیگه چه مرگشه، حفظ ظاهر میکنه.
که در گروه اکسپند فکر میکنم الان 3 نفره هستن اگر اشتباه نکنم، 2 آقا و یک خانوم در گروه اکسپند هستش که داره میخونه و یه میسیز داریم و یه میسیز اکس داریم و یه مستر اکس و یه دونه وینک یه همچین چیزی درسته؟ سلام عرض میکنم امین جان، قربونت بشم. من کاملتر میکنم توضیحات تو. سلام عرض میکنم اول خدمت بیننده های محترم برنامت و اینکه امشب اینجاییم که یه ذره توضیح بدیم اصلا چه خبره پشت پرده این موسیقی ایران، چه خبره، چی کار دارن میکنن، یا رومی یا زنگی. انقدر گول نزنم مردمو. قضیه اکسپندم اینجوریه که قضیه اکسپند خیلی قدیمی تره. اگه اینجوری شروع کنیم برمیگرده به 15 سالگی من و 17 سالگی آقای ساسان یافته، همون ساسی مانکن یا ساسی الان. اولین بار ما همدیگر رو توی کرج دیدیم. ما جفتمون بچه خوزستان، بچه اهواز بودیم. یه سری دوستان مشترک داشتیم به اسم بهنام، به اسم کوروش، به اسم خیلی دوستانی که اون موقع یه گروه جوون بودیم که به قول معروف تو کوی خانم انصاری اولین بار همدیگر رو دیدیم. یه قهوه خونه‌ای بود توی پاساژ، ما نشستیم و ساسان اومد و سلام این ساسی مانکنه. بچه‌ها منو معرفی کردن، گفتن استعداد رپ داره و از اونجا شروع شد. از اونجا دوستی ما شروع شد و یه آهنگی خوندیم به اسم بوم بوم همراه حسین مخته عزیز، حسین مختاری عزیز، هر جا سلام بهش میکنم. من یه چیز مجزاست، ویسکی آبجو عرقسگی همه چی مهیاست. از داف 68 دارم تا داف سن بالا، مخ زن حامله‌رم زدم من با یک نگاه. من بین دافیا خیلی تنوع طلبم، اسیرم تو زندون تو حبس ابدم. اسم منو بگو حسین فریاد بزن تا من میام جلو تو ببینی همراهتم. حالا وقت رقص چرا نشستی پاشو، تا من پوشیده نشون بده قشنگیاشو. منم ضعیف و نفسم سری هیز شدم، یه چاقوی کل بودم دیدی سری تیز شدم. تو مثل تومه منم یه گرگ زخمی، تموم وجود داره یه رگی تلخی، بدن تلخ. این قضیه از اونجا شروع شد و ما رفتیم استودیو اوجمهر. اون موقع زمانی که محسن صادقینا استودیو اوجمهر رو داشتن، شروع کردیم ضبط کردن. بچه بودیم، جوون بودیم، به قول معروف حال میکردیم. یادم هم نمیره اولین پول استودیو رو من دادم. یعنی اینجوری بود، ساسان میگشت پیدا میکرد، بعد به قول معروف ساپورت اون اینجوری بود دیگه، پول استودیو بقیه خرچا. الا ماشاءالله. گذشت و این دوستی ادامه پیدا کرد. من اون موقع تو تیم ملی شناشیرجه ایران بودم. خلاصه از کار و زندگی و فلان و ورزش و اینا افتادیم توی خط دیگه. رفتی و ندیدی منو، چجوری دلم شکست. تا اینکه بحث مهاجرت دائمی خانواده من پیش اومد و منم مجبور بودم که دیگه همراه بشم یه جورایی. گذشت و آهنگ بعدی که قرار بود با هم دیگه بخونیم به اسم کیسه پلاستیک، کیسه زباله، همچین چیزی، با علی پیشتاز، که علی پیشتاز یه جورایی جایگزین من شد توی اون آهنگ. گذشت و این دوستی تموم شد و ما اومدیم خب خارج و این رابطه یه جورایی قطع شد. یه زنگایی داشتیم اولا با هم دیگه، این رابطه قطع شد و تا حدود 5 سال پیش، درسته؟ 5 سال پیش، 6 سال پیش فکر میکنم، سال 2015 ساسان از اوایلی که رفته بود انگلیس تازه، درسته. ساسان اومد یه کنسرت با اینجا داشت. ساپورت شهرام نورز بود دیگه، با حمایت دقیقاً. اون موقع مدیر برنامه شهرام نورز بود، همونجور که اشاره کردی. ساسان اومد سوئد و یه برنامه‌ای داشت با خانم هنگامه و آقای اندی. من خب از پیشینه خودم، من توی خانواده موزیسیانی، مثلا پدر من سالها پیانیست بوده تو خوزستان، همه میشناسنش، با موسیقی و پیانو بزرگ شدم و اومدیم و ساسان منو دید و بعد سالها رامین چطوری فلان و اینا، بیا برگرد و فلان بخون و الان من با فلانی کار میکنم. اون موقع یه نفر یه تنظیم کننده رو به ما معرفی کرد که یه آهنگ غمگینم اون موقع خونده بود تو ترکیه به اسم آقای ساسان سورانی. این تنظیم کننده، این ساسان سورانی، از اونجا با ما آشنایی رخ داد و من شروع کردم خوندن و ما 2 تا آهنگ دادیم رادیو جوان و لیبل و رادیو خوشش اومد و
تا اینکه من یه روز به ساسان مسیج دادم که ساسان دادا با شهرام میتونی یه صحبتی بکنی، بالاخره یه ساپورتی بکنه و فلان و اینا. این قضیه هم از اونجای آب میخورد که مثل که توی جمعی شهرام گفته بود این پسر استعداد داره، خوب، خوشتیپ، فلان و اینا. ما این حرفو که زدیم، ساسان رابطش همانا با ما قطع شدن هوانا. خب چرا رابطش رفت که رفت. والا خب چرا شما من فکر میکنم برنامه گذشته یا برنامه قبلتون، 2 تا برنامه قبل 3 تا مهمون داشتین از سوئد اومده بودن که داورا بهشون آره. جواب ندادن. درسته. یه حرف قشنگی زد. بله، یکی از مهمونا آقا هومن تکاف فکر میکنم. هومن دوستای خیلی خوبه ما و من سلام عرض می‌کنم و سلام میکنیم خدمت هومن عزیز. هومن جان یه حرف خیلی قشنگی زد. برگشت گفتش که یه مصاحبه اشاره کرد به مصاحبه از شهبال شپره عزیز. گفت که شما وقتی یه چیزی رو شانسی به دست آوردی، شما وقتی که یعنی زحمتی براش نکشیدی، وقتی به قول معروف ببین حتی اگه زحمت هم کشیده باشن براشون، به نظرم خیلی از کسایی که الان در رأس موسیقی مارکت موسیقی، حالا بشه اسمشو مارکت گذاشت، چون مارکتی وجود نداره تا وقتی رویالتی وجود نداره، کپی رایت وجود نداره، پرداختی وجود نداره، این مارکتی وجود نداره. به نظر من کسایی که الان تو رأس قضیه قرار گرفتن خیلی بی‌ضابطه قرار گرفتن، خیلیشون تخصص ندارن. خیلی از خواننده هایی که اسم اسطوره و اینا میذاریم روشون هنوز دارن فالش میخونن تو کنسرتاشون. خب شما که مثلا 40 سال انقلاب شده از ایران زدین بیرون، هیچکی هم پول در نیاورده باشه، شماها در آوردین، بازم حاضر نشدین دو تا کلاس وکال برید که حداقل صداتون درست جوست بخونید، تمیز بخونید. قطعا همین نکته قشنگی گفتی. یعنی واقعا من خواننده‌های لس آنجلسی که اومدن بیرون از ایران شاید 10-12 تا بیشتر نباشن دیگه، اگه من بخوام اسم ببرم، از ابی و داریوش و گوگوش و نمیدونم بیایم تا پایین‌تر، حالا شهرام شپره و شهبال و گروه بلکت، اینا کسایی که بعد از اینکه انقلاب شد و از ایران اومدن بیرون، فکر کنم واسه کسی نون نداشت، واسه کسی آب نداشت، واسه اینا نون داشت. یعنی بیشتر از همه اینا سود بردن با کنسرتایی که داشتن، همیشه هم از فراق و دوری وطن و نمیدونم از این چیزا صحبت میکنن و خیلی غمگین و ناراحت خودشون نشون میدن، در صورتی که این خروج از وطن فکر کنم بیشتر از هر چیزی واسهشون سود داشت و اگر توی ایران بودن فکر کنم هیچ سودی نمیکرد دیگه. ما از استاد شجریان بالاتر نداشتیم دیگه که اون سالهای آخرم که دیگه اصلا کلا فیدش کرده بودن. بفرمایید در خدمت. بله میگم این قضایا خیلی چون بی‌ضابطه اتفاق افتاده، یه سری‌ها رو من فکر میکنم توهم برداشته متاسفانه. چون اولا ذات هنر اینجوریه که شما به عنوان هنرمند باید همیشه سرت پایین باشه. اینو تمام هنرمندای بزرگ من فکر میکنم نشون دادن همیشه، که آدم اگر چی میگن درختی که سرش بارش بیشتره سرش پایینتره. درسته. متاسفانه اینجوری نیست در مورد خیلی از عزیزان. خب بدم هست، من به عنوان یه آدمی که با خیلی از این موزیکا بزرگ شدم از بچگی، خب به هر حال ما هم کودکی داشتیم، از اولم که موزیسین نبودیم و از اولم تنظیم کننده نبودیم و آهنگساز نبودیم، ما هم شنونده بودیم این مدت طولانی. ولی وقتی به اینجا میرسه که شما میبینی رسما دارن از گوشت سوء استفاده میکنن، این خیلی به نظر من توهین خیلی بزرگیه به مخاطبا اول همه، بعدم به خودت، به خاطر اینکه تو حاضر نیستی برای پیشرفت خودت 2 تا قدم مثبت برداری. تمام من تا اونجایی که میدونم تمام آرتیستای موفق هالیوود، حتی جاستین بیبر که همه مسخرهش میکنن 4 تا ساز میزنه، فالش نمیخونه حداقل تو خیلی از لایوهاش. جاستین بیبر که مسخره حالا آنچنان نمیکنن حالا. نه حالا مثال میگم تو خود هالیوود شما نمیدونم حالا این برنامه کمدی سنترال دیدی یا نه، رست میذارن همدیگه رو اذیت میکنن، ولی با این حال تو بخش حرفه‌ای قضیه یارو کارشو درست انجام میده. حالا رامین من فکرم ادامه بده قضیه رو. داشت راجع به اون مصاحبه هومن صحبت میکرد که گفته بود که گفته بود که یه دشون شانسی اومدن بالا، یه سایه هم از اون خوش رد شد، ما دیدیم نمیدونیم کی بود. خب ایشون استاد بزرگوار هستن، ایشون دوست دوربین گریزن، ایشون دوربین گریزو بگو در خدمتی. خب پول میدن دیده نشن ایشون. درست. قضیه از این قراره که ببین نمیگم 100% حالا ساسانم برای این جایگاهش
زحمت کشیده. حالا ببین زحمت داریم. ببین مثلا من یه خاطره تعریف کنم از شبی که با آقای رامین زمانی ما نشسته بودیم تو لابی، شب کنسرت اندی و هنگامه. ما نشسته بودیم و آقای زمانی اومد جلو، به ساسان نگاه کرد، گفت ارکستر تو رو چه گامی ببندم؟ ساسان یه نگاه به من کرد، یه نگاه به اندی کرد، یه نگاه به دور و اطراف کرد، گفت رو همون که اندی میخونه. که آقای زمانی من یادم نمیره این صحنه رو، یه سری همینجور تکون داد فقط رفت. ببین مسئله اینه که شما با تبلیغات، شما با دروغ، شما با حالا این مافیای موزیک تا یه جایی میتونی بیای بالا، ولی خب بعد اون خب ملت ما بالاخره گوشا همه که خراب نیستن، یه سری هستن که متوجه میشن این قضیه رو. حالا این بخش موزیکال قضیه است به کنار، برمیگردیم به بخش این که خب من از دوست خودم، از دوستی که با هم به قول معروف تو نوجوانی حالا یه مدتی با هم رفت آمد داشتیم، عرقی میخوردیم، میرفتیم میومدیم، از درخواست کردم که آقا صحبت کن، به تو که بر نمیخوره، صحبت کن با منیجر تو موقع شهرام خان، فکر کنم منیجر 2-3 نفر، فکر کنم منیجر خانم گوگوش هم بودن اگه اشتباه نکنم همون موقع. فکر کنم بعدش شد منیجر گوگوش، حالا شاید هم آره ولی بود. داشتن یه چند تا منیجر آقای اندی، ببخشید آقای اندی بودن اون موقع و خیلی کانکشن های قوی داشتن، یعنی میشد که یه اتفاقی برای من بیفته. آقا این دوستی تموم شد، این به قول معروف رابطه ما با ساسان یافته ساسی تمام گذشت. من با این ساسان سورانی که تنظیم کننده ای بود که من باهاش از طریق ساسی آشنا شده بودم که به آقای ساسان سورانی هم میپردازیم که الان تنظیم کننده اصلی گروه اکسپنده که در ایران تشریف داره. گذشت و ما با این منطقه پونک دقیقاً گذشت و اومدیم کار دادیم بیرون. بالاخره خب سخته، میدونین امین جان، تازه من یکی از اوناییم که خیلی خرج کردم، دست به جیب بودم تو این مارکت، چون تمام این ویدیوها، تمام تولیدات اینا همه از جیب آرتیستا داره هزینه میشه. خب به اضافه این تازه خود مثلا رادیو جوان غیره و ذالک هم میان میگن آقا پولم بدین که بذاریمتون تو سایت، انقدر بدی انقدر میمونی، انقدر بدی بنر میذاریمت. تمام این شارلاتان بازی هم که در کنار قضیه هست. و حالا شانسی که حالا مثلا بچهای رادیو به من میگفتن حالا چون تو دوست فلانی و بیساری و اینا، تو یه ذره ارزونتر بده، استعدادم داری. میدونی یعنی اصلا یعنی هیچ ما بیسی نه، اصلا بر مهم نیست که شما چی میخونی چی نمیخونی، یعنی در این حالته که اصلا مهم نیست آیا پول داری یا نداری. اگرم میخوای بیای با ما قرارداد ببندی که قرارداداشون دقیقاً 80-20 15-85 و یه سری قراردادایی که یعنی اصلا نری بهتره. آخه 15-80 از چی وقتی شما استریماتو بهت نمیدن، پولی که روی یوتیوب می‌بینین، یعنی اصلا وقتی شما کارت روی یوتیوب مثلا میگم کار آقای ایکس آقای ایگرگ 1 میلیون تا ویو میخوره روی یوتیوب پول میده بابت این قضیه، به ازای هر 1000 تا استریم تقریبا $3 پول میده یوتیوب. تقریبی بهتون گفتم، کم داره بیشتر داره حدودی داره دیگه، بستگی به حالا اون تراکنش چی میگن بازخوردایی که چون کانال شما داره. ولی وقتی مخاطب کانال شما زیاده، اد پلیسمنت میتونید داشته باشی، تبلیغ قبل بعد وسط، اینا همه داره پول میده بهشون و یک قرون از این پولا با آرتیستا شیر نمیشه، مخصوصا آرتیستای تازه وارد. یعنی خانم سارنو میتونم بگم، خانم خیلی زیادن الان بری رادیو قشنگ، آرتیستای خود رادیو قشنگ. یعنی ببین قضیه خیلی خراب تره. حالا تو این اوضاع خرابی ما برگردیم که چه کارهایی چه سوء استفاده هایی نمیشه، برگردیم به اون قسمت پشت پرده که اصلا اکسپند برای چی به قول معروف بنا شده این گروه، مثلا این گروه اینم هستش. ببینیم مثلا اکسپند چجوری برو رو به اکسپند، ببینیم داستان اکسپند چی بوده. قضیه از این قراره که من خب همینجور بعد چند سال آهنگ دادم و ساسان سورانی یه شب اتفاقا ما با بچه‌ها جمع بودیم و اینا، ساسان سورانی به من زنگ زد و دیدم خیلی خوشحال، سلام رامین چطوری، یه خبر خیلی خوب برات دارم. گفتم جونم چی شده و اینا. ببین ساسان با من تماس گرفت، ساسان همون ساسی خودمونو میگم، یافته، ساسان یافته، که آره و فلان و اینا، من فکر کنم بتونم برات
فیت جور کنم، 1 تا 2 تا فیت برات تو اکسپند جور کنم، بولد میشی، میری رو استیج، فلان میشی، همه کار میکنیم. خیلی شدید تبلیغ میکرد واسه قضیه، میدونی. و این قضیه هم اینجوریه که ما به خاطر احترامی که برای رفاقت این 2 نفر قائل بودیم این قضیه رو قبول کردیم و فکر نمی کردیم که قرار باشه پشت پرده اتفاق خاصی بیفته. ادامه بدیم. من گفتم خب حالا جریان چی و اینا. نه رامین ببین، ساسان برگشته گفته که ساسی برگشته گفته که من از همه $15,000 میگیرم. رفتیم پیج رامینم دیدم چه خوشتیپ شده فلان، آهنگاشم گوش دادم و اینا، آره هیت میشه با همون دختره. حالا ما نمیخوایم اطلاعات، چون میگم نیومدیم ما اینجا بخوایم ضربه شخصی به کسی بزنیم، نه سعی میکنیم عکس یا اسم اون خانومی که خواننده لید هست و نگیم ترجیحاً توی اکسپند، چون ایشون در ایران تشریف دارن، در منطقه پونک. در منطقه پونک. چون مشکل یه موقع هست این بچه‌ها که گناهی ندارن، آره متاسفانه امنیت جانی ایران براشون پیش میاد دقیقاً. دیگه. به خاطر همین هستش، یعنی تمام آهنگایی که از اکسپند میاد بیرون همه با ماسک هستش و به اصطلاح خودمون بعد بگیم داب اسمشه دیگه، اگه واژه بهتری باشه. اصلا این خانم نیومده بیرون تو کلامتون. نه این اون کسی که مدل هایی که داره مدلن، این کسایی که دارن اجرا میکنن مدل داب اسمشی هستن. همه خونه رو شم چیدم، کل شهر فهمیدن یه نفر تو این خونه هست، جونم و واسش میدم که این لش جمعش کرد گل زدن. به شما گفتش که یه پولی بده و بیا توی اکسپند. بیا یه پولی بده. ساسان گفته حالا چون رامینم رفیق فلقه گذشتم و خلاصه چرب و چیل دیگه، من برات تخفیفم گرفتم. و حالا این رفیق ما رفیقیه که زنگ میزد به ما میگفت رامین من یه فلان چیزو میخوام، درنگ من نمیکردم، از سر میز شام من بلند میشدم میرفتم کارشو انجام میدادم. آقای تنظیم کننده دوست 5 ساله ما، و یهو دیدم تبلیغ خیلی زیاد و خب ما هم به قول معروف، حالا اگه یک آدم چی بهش میگن، یا آدم خیلی کسی که من نمیشناسم میومد، ترجیحاً من شک میکردم و فلان، ولی خب کسی که شما 5-6 سال تنظیم کنندت بوده، رابطه داشتی، از اون ورم خب ساسان بازم میگفتم گوشتم و بخوره استخونم و دور نمیندازه دیگه، یه کمکی میکنه. و الانم با این اوضاع موزیک ایران، با این مافیای موزیک ایران به قول خودشون، خب راهی دیگه نمیمونه. من این مشورتی با سیاه کردم. سیاه گفت ببین رامین، راه جلوت بازه، آرتیستای خارجی هستن این ور بخون، استودیو ما اینجا داریم، یکی از بهترین استودیوهای استکهلم داریم، چی کار میخوای بکنی؟ اگه میخوای تو این مارکتی وجود نداره، ولی باز هم اندو به قول معروف ما این ریسکو کردیم و گفتیم اوکی باشه قبول. ما به این توافقی رسیدیم. چقدر ازتون پول گرفت؟ ببینید توافق ما به چه صورت بود؟ توافق ما به این صورت بود که شما بیا نصف $7,000، خب شما بیا نصف مبلغ رو به ما بده و بعد اینکه آلبوم اومد بیرون نصف بقیه رو شما پرداخت کن به ما. و ما حتی گفتیم که 3,500 تا اول، 3,500 تا بعدش برای یه آلبوم. نه برای 1 تا 2 ترک فیت تو آلبوم باشه. رامین قضیه این شکلی بود، نه که رامین رو بکنن یه بخشی از اکسپند. قضیه بود که رامین باید قرار بود فیت میداشت تو این آلبوم با اکسپند. برو خدات هم شکر کن که ما دیگه رادیو هم که دیگه صفحه اولی و دیگه فلانی و دیگه این همه خرج علکی کردی و بیا اینجا این راهش اینه و فلان و بیسار. آقا ما هم گفتیم باشه. خب زنگ زدیم یه 1-2 تا رفیقامون و پول اومد تو حسابمون، پولو برای اینا زدیم. اوکی. پولو برای اینا زدیم و گفتیم که خب بسم الله. گذشت یه حدود 1 ماه 2 ماه. این قضیه مال 22 اکتبره، یعنی اولین پرداختی و ما 22 اکتبر به اینا زدیم. خب گذشت و دیدیم آقا هیچ خبری اینا نیست. آلبوم هم که خب قرار بود در روز پیش منتشر شده، چقدر یه 2 هفته پیش. حالا شما یعنی شما حساب کن که تو این بازه 1 ماه و نیم 2 ماهه باید این ترک ها انجام میشد کارش که بخواد توی آلبوم باشه و ریلیز بشه. و خب اینجوری هم نیستش که مثلا چی میگن خمره رنگرزی نیست که من صدای اینو بگیرم بکنم اون تو در بیارم بگم آماده است، که ضبط داره، شاید 2 بار بخواد آدم بگیره، 3 بار بگیره، یه 2 بار پروداکشن آدم گوش بده، یعنی میدونی ادامه بشه. گذشت و ما دیدیم بعد 1 ماه خورده یه
وایسی از طرف ساسان سورانی برای من اومده که سلام رامین، ما خیلی داریم سخت کار میکنیم، یه دقیقه گوش بده. اینجوری پلی کرد تو وایس 10 ثانیه از یه آهنگی که اصلا هیچیش معلوم نیست، داشت با گیتار زده میشد. رامین سلام، چطوری؟ حاجی پای کارتیم نشستیم داریم میزنیم با چیز اصلا. تو سلامه عشق منی که از داری کلمه ستارمش در اصلا نگذر ساعته دل بی طاقته بکن میرسم همین چیزی گفتم در جریان باش. آره خلاصه بعد یه وایس دیگه بعد اون وایس که یه 10 ثانیه از یه شعر و ملودی رو برای من فرستاد که ببین ساسان گفته که تا 2-3 روز دیگه انقدر مبلغو بزن، تا فلان روز دیگه انقدر مبلغ. حالا چیز کن، ساسان فقط گفت بهت بگم که یه 2000 تا بزنی از پول رو، یعنی قسطاشو بدی، اینجوری گفت که ادامهشو بزنم. منم برگشتم گفتم که خب داشت مگه ما یه توافقی نداشتیم؟ حالا همه اینا به کنار، اینو گوش بده چه جالبه. تو این 5 سالی آقا اصلا برای من هیچ نه جواب داده بود نه حرفی زده بودیم. که بحث پولی شده بود، یهو این آقا برای من مینویسه بعد چند سال، بعد 5 سال سیا به من گفت که داداش قضیه مارگیریه، بذار خیالتو راحت کنم، قضیه مارگیریه، 100% یه چیزی گیره این اومده اون اومده و گفته با بیا رامینم الان دستش پولیه، یه حرکتی بزنیم میکنیمشون لالوها و یه پولی هم در میاریم. من گفتم ساسا اینجوری نمیشه، نکن اینجوری. گفت که نه فلان. حالا تو تمام این موارد هیچ موقع ساسی نیومد جلو، هی اونو کرده بود رابط، هی وایس برای اون میفرستاد که وایس ها رو ساسان سورانی برای من بفرسته. ما حتی تلاش هم کردیم که با خودش مستقیما صحبت کنیم، به هر حال این دوتا دوست بودن از قدیم، دوست نداشتیم که قضیه با مشکل حل شه، دوست داشتیم قضیه خیلی دوستانه حل شه. خب به هر حال پولو گرفته تا قرار بود که شما فیت بدید دیگه. خب بعدش چی شد؟ آره خب الان ببین $3000 رو گرفته. خب و اینجوری به ما گفتش که شما باید الان مثلا چند روز دیگه، 2 روز و یه 2-3 روز بعد، یه 2-3 روز بعد کل پولو بدین. ما هنوز ترک کامل رو ما نشنیدیم. خب یعنی هنوز چیزی به عنوان دمو هم برای ما فرستاده نشده. که من با رامی صحبت کردم، گفتم داداش این قضیه خیلی بوداره واقعیت و من بعید میدونم اینا دارن یه کارایی میکنن، بهتره که قضیه رو لغوش کنیم. پیام دادیم که آقا این پولو پس بدین، ما نمیخوایم این اونجوری که باید میرفته جلو نرفته جلو، ما هنوز هیچی نشنیدیم، هیچ کاری به گوش ما نرسیدیم، مثلا نمیدونیم شعر چیه ملودی چیه، هیچی نمیدونیم، کنسل، در یه ما دیگه هم خود آلبومتون بیاد بیرون. نمیشه اینجوری، ما باید ببینیم چیه اصلا. شاید ما خوشمون نیاد اصلا اون ترکه، شاید رامین خوشش نیاد، اینشون آرتیست است، این دوست داره، این کار این میمونه تو رزومه هنری ایشون. که بعد شروع کردن مسیج دادن، وایس دادن، پشت وایس دادن که ما هم یه ذره اولش خیلی محترمانه واقعیت که اگه میشه ما فلان و به هر حال نشده کار انجام بشه اینا، یه ذره دیدم قضیه جواب نمیدن و یعنی رامین بعد از اینکه این چیزا رو میفرستاد گفت سیانه جواب نمیدن. ما یه ذره لحنمون رو تندتر کردیم که آقا اگه این پول به ما بر نگردونید ما هم از طریق قانونی بلدیم کارمون رو انجام بدیم، هم یه عالمه آدم میشناسیم، اینجوری نیستش که شما پول رو بخورید و برید. این قضیه باید تکلیفش مشخص بشه، باید درست حل بشه. ما اینجا یه مجموعه‌ای داریم، آدمیم، داریم کار میکنیم، شرکت داریم، اهل چیزم نیستیم، اهل کار اضافه کاری هم نیستیم، همه چیمون ضابطه و قانون داره. که برای ما مسیج اومد که اینا رو ما تو ماشین بغل هم نشسته بودیم، وایس فرستاد که آره من اینا رو گفتم، تهدیداتون رو، یعنی ساسان سورانی تنظیم کننده از طرف ما اینا رو برده به ساسان یافته، ساسان یافته در جواب اینو گفته. میتونی
وایسشو میتونی پلی کنی؟ وایسش هم میتونم. حالا وایسش تا تو هم پیدا آره می‌کنی. بفرستید، من میذارم تو برنامه، یعنی کات میکنم بسیار میذارم عالی. تو برنامه همه رو. اینجوری شد که اول که چپ کردن اینا، اول گردن نگرفتن و نه حالا نمیخوای اینجوریه، نه دیگه پشیمون شدی. من شعر و ملودی، اینو ساسان سورانی ساز، من برای ساسان شعر و ملودی فروختم به یه پسره که راننده کامیونه تو آمریکا، $5000. برو خدات هم شک کن. گفتم ساسان چرا چرت و پرت میگی؟ $5000. ببین اصلا امین جان، یکی از دلایلی که من اومدم اینجا اینه که بابا به این جوونا بگم آقا نکنین، ندین این پولا رو، زحمت میکشین میرین این ور اون ور، تای سوراخه. اینا کردن این قضیه رو نوندونی. و اینکه مردم رو اول بیدار کنیم، بگیم آقا اکسپند گروه آقای ساسی مانکن ساسان یافته است. آقای ساسی مانکن ساسان یافته با چه پروداکشنی کار میکنه؟ پروداکشن پسر آقای ابی. چرا این گروه باز شده؟ این گروه باز شده به خاطر اینکه حالا بذار این قضیه اختلافه رو اول شفافش کنیم به نظرم. آره اون پوله چی شد؟ اون پوله رو خب. بگید اینجاش هم میرسیم. گفتیم که این پول رو باید به ما برگردونین، اینا گفتن که نه نمیشه و فلان و اینا. گفتن شعر و ملودی رو میتونید جای پول بگیرید، شعر و ملودی که ما هنوز نشنیدیم در ضمن، و گفتیم نه و باید پول رو برگردونیم به ما. اون از اون ور شروع کرد که تهدید کردن که آره شما اگه دارید منو حالا ما تهدید نکنیم، ما گفتیم از طریق قانونی میتونیم پولمون از شما بگیریم، اگرم قانونی جواب نده ما یه عالم آدم میشناسیم، کسی رو تهدید نکنیم. مثلا میگم چون آدم همیشه کار کردم مثل انسان، پول کسی رو نخوردم، دزدی نکردم، همیشه درست مثل انسان با همه رفتار میکنیم، هم من همیشون. که گفتیم آقا این پولو اگه چیز نکنین اینجوری، این گفت من تهدیداتتون رو منتقل کردم، تنظیم کننده به ساسان یافته. من گفتم شما چه تهدیدایی کردین، اونم گفته تهدید نکنید چون منم میتونم یه کاری بکنم که رامین دیگه از هیچ خروجی ایرانی، چه آونگ چه نمیدونم رادیو جوان فلان اینا، نیاد کاراش بیرون. من بهش دوباره پیام دادم، گفتم که داره تهدیدت میکنم این چیزا، هیچ نظری نداره اینا. بعد وایس داد که گفتش که ساسان تهدید و اینا که فایده نداره، اگه به تهدید و این چیزا باشه هر کسی آدمای خودشو داره و منم میتونم یه کاری کنم که هیچ وقت نه یه ترکی ازش تو آرجی پخش بشه مارکت ایرانی، نه اینکه کلا جای دیگه بخواد پخش کنه. و اگه بحث تهدید باشه من از این کارا میتونم بکنم. گفت ولی همین دیگه، به رامین بگو که من یه کاری میکنم که دیگه نه رادیو پخشش کنه نه هیچ جای ایرانی تو مارکت ایرانی جاش نباشه. سر اینکه شما گفتید من کارو نمیخوام کنسل پولمو برگردونید، سر اینکه ما گفتیم آقا کنسل پول ما رو بده آقا، به راحتی آقا اصلا قرار نیست. به همین راحتی. و اینا شروع کردن چپ کردن. بعد یه مدت هم اینجا ما یه سری راههای دیگه رفتیم چون دیدیم نه فایده نداره. چون این پول به حساب به حساب کی رفته؟ بگو دیگه. بگم به حساب کی آره حتما، برای چی نگید، خیلی مهمه. پولو به حساب همسر آقای ساسان خانم بیتا خانم ما فرستادیم. پیپلش وجود، اسکرین شاتش رو میفرستیم براتون، حتما بذارید که یه موقع سوء تفاهم نشه برای بیننده‌های عزیزتون. این پول دریافت شده. به هر حال بعد از اینکه دیدیم اینا این کارو نمیکنن و پولو نمیخوان به ما برگردونن، ما با اون دوستا و اطرافیان دوست داشتنیمون یه تماسی گرفتیم و همون شب که ما تماس گرفتیم، بعد حالا بماند که ما بهشون گفتیم آقا تهدید نکنید، بهتره با ما شاخ تو شاخ نشید، اذیت میشید، که صداشون شروع کرد پشت تلفن لرزیدن و اینا، حالا همه وایساش هست که گفت نه من صدام نمیلرزه و فلان. و تا یه سری اطلاعات هم بهش دادیم که آقا ما آمارتو در آوردیم، شما فلان کردی، بهمان کردی، اینجا بودی، اونجا بودی، اینا هست، اذیت نکنید، پول ما رو برگردونید. گوش نکردن تا رسید کار به اون تماسا. ما این تماسا رو گرفتیم و یکی دو نفر این ور اونور حرفو بردن و آوردن. همون شب $2000 از اون $3000 که ما فرستاده بودیم و برگردوندن. همون شبی که ما این تماس رو گرفتیم موند $1000 که بهشون گفتیم آقا ماشاءالله خوبه، ما اگه کسی پول چیزی کار گیر کرده بود بگیم خواهش در خدمتتون هستیم.
چون واقعا اینا پول به کسی پس نمیدن همینجوری. نه همون برای همین دوستای- گفتم. آره اینا جون به اسرائیل قسطی میدن. مثلا اگه میخوام مثلا یه جونی به اسرائیل بدم، یه قرون دست اول دستمو بگیر، بعد پامو بگیر، از بعد دم بگیر، قسم دستمو های بگیر. یه تیکه. آره ما یه داداش تیکه. یارو عقیل بچه هم خودشو کن. گردن یارو بچه خودشو گردن نمیگیره، رفیقاشو گردن بگیره، پولی که رفیقاش بهش دادن رو گردن بگیره. خیلی سوراخ قضیه. و ما بهشون گفتیم این $1000 هنوز مونده، این $1000 هم باید برگرده که گفتن نداریم. اوکی آره ساسی نداریم. گفت نداریم اینا. آره. الان ندارم. الان ندارم. خب اوکی. آقا گلریزون کنید. الان آره $1000 دیگه. حالا نمیدونم تو الی دارین زندگی میکنید و اینا، حتی حالا مثلا میگم این چیزای قشنگه، ولی ما حتی میدونیم خانم ایشون کجا کار میکنه. یه ایمیل، منم خدا رو شکر زبون انگلیسی مسلطم، یه ایمیل برای محل کار خانم ایشون ما میزدیم تموم شده بود قضیه. خیلی خیشتنداری کردیم همین خیلی یعنی 4 ماه. یعنی الان ایشالله این $1000 رو بخوام پس بفرستم، امیدوارم سودش هم بذاره پس بفرسته. آره. و قضیه از این قراره، ببین چون خانم ایشون که اشتباهی نکرده که با این کارهای کثافتکاریایی که این داره میکنه، ولی خب لااقل برای خانوادت ارزش قائل باش، برای خانومت لااقل با خانوادت تو نکش تو معاملات، میخوای بمالی در رفیقات و این ور اون ور، لااقل از پیپل خانومت و همسرت نکن. بگو یکی بیاد اینجا نقد بگیره که ما هم بعد نقدش کنیم. بعد عزیز من آمار دوستامونو دارم توی لس آنجلس که خال میرن شبی $10,000، شبی $5,000، شبی $20,000. اینا آماراش هست. ما درسته تو سوئد زندگی میکنیم، یعنی برنامه عروسی مهمانی بهش میگن خال تور یا خال. من خال پاسور اینا بهش اصطلاحاً بهش میگن خال رفتن، برنامه کی رفتن. خال میره؟ ساسی خال میره؟ بند هست اونجا. بله به همین دوستای عزیزمون که خواننده های اسطوره های ایرانقدرمون 90% تو عروسی ها برپایی مجالس میکنن اصطلاحاً. یعنی که آره خدمت دارم که دل پوری دارید ازشون. ببین داستان اینه که امین جان، من شاید از 15 سالگی اینا توی استودیو تو تهران، از 15 سالگی تو استودیوهای مختلف صدا بردار بودم، کار کردم به صورت پروژه‌ای. اکثر میگم تو جمهوری که راسته ساز فروشاست، خیلی ها منو میشناسن، خیلی از دوستای تنظیم کننده منو میشناسن. یه عالمه دوست موزیسین دارم که همین الان فعالن و متوجه حرفم هست. یعنی من یه بخشی از بدنه این جامعه موسیقی هم، حالا هرچند بخش کوچیک خفیف، ولی هستم. غیر قابل انکار این قضیه. یه هیستوری از هم وجود داره تو قضیه. این قضیه طی سالها به وجود اومده. این انرژی منفی، این ناراحتیه یه شبه به وجود نمیتونه بیاد. اینجا دونه دونه این آدمایی که واسه من اسطوره بودن شکستن. میبینی دونه به دونهشون دیدم که توی ماسکشون رو که ور میدارن چه آدمایی هن. برخورد نزدیکشون رو دیدم، برخوردشون با عوامل استیجشون رو دیدم، برخوردشون با صدا بردار رو دیدم. آدمایی که حاضر نیستن به عنوان خواننده درجه 1 خودشون بیان ساوند چک. شما چطور ممکنه به عنوان یه خواننده حرفه‌ای درامر تو بفرستی ساوند چک کنه؟ این اصلا یعنی غیر قابل قبوله از نظر من که حالا میگم یه بخش خیلی کوچیکی از این. آره بیشتر خواننده‌های لس آنجلسی که میان توی اروپا کنسرت، خب به هر حال بیشتر کنسرت گذارایی که حالا توی آلمان من بیشتر حالا میشناسم، همه دوستا و رفیقای من هستن، انجامشون سلام میکنم. و مثلا بعضی وقتا حالا ما میریم پشت صحنه، حالا یه نگاهی میکنیم، میان برای ساوندچک، اصلا خود خواننده نمیاد، مثلا راننده‌شو میفرستی ساوندچک بکنه، به قول شما درامرشو، کیبوردزنشو، قربونش برم، که اکثرشون هم پلی بک میخونن و حالا چون قبلش میرن مثلا اون آهنگا و اون پلی بکاشون رو میذارن اونجا که پلی بک هم تست بکنن، ما میفهمیم که کی قراره امشب چه آهنگی رو پلی بک بخونه، مخصوصا قسمت‌های اوجش رو. خب اصطلاحا میگن فیششون تو گلدونه دوستای عزیزمون، یعنی فیش میکروفون یه سرش تو آکواریوم ماهیاس، اونوری هم تو گلدونه، دکور تقریبا اون وسط. ادبیات یه بخش دارم خیلی خوب. قربونت بشم. حال میدی به مجلس. خب آقا رامین، برسیم به آقا رامین. شما تونستید اون 1000 تا باقی مونده رو پول بکنید یا نه؟ والا من بهشون گفتم چیه جریان، گفت این میشه جریمه کنسلی. جریمه کنسلیه
و اینکه نه و فلان و نمیشه و ساسان هم گفته که حالا از این به بعد ببین اگه تونستی کاری بکنی. این ساسان الان جواب داد، من بعد وایساتو فرستادم و اول که یه چیز دیگه داشت در مورد کارتش میگفت، بعدش آخرش فقط توی جمله اینجوری گفتش که به رامینم بگو که کار کلا کنسله، آلبومو بستیم تموم شده دیگه راهی نداره. خب حالا از این به بعد تونستی کاری بکنی، من حالا یه سوالایی برام پیش میاد، یعنی واقعا چیه موزیک ما، مال کیه، دست کیه؟ اکس بندی که میاد بولد میشه. خب قبل از اینکه این قضیه رو بگیم من فقط یه چیزی میگم. ایشون که به شما میگن شما میخوان ببینن کاری میتونی بکنی یا نه، ایشون خودش ببین از این بعد اروپا میتونه بیاد یا نه. این الان مرحله 1. حالا شما ادامه بده. و اینکه اگه میتونی کاری بکنی این به بعد یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما یه مافیایی داریم به اسم رادیو که پخش شده است اونه. من همین الان اینو دارم میگم، من یه ترک کامل با ویدیو با همه چی فلان به رادیو پول دادم، یعنی هنوز پخش نشده. از من هر ترکی 3 تا ترک رو گرفت نزدیک 19 میلیون تومن. جدی؟ نه ببخشید 36 میلیون تومن، دونه 12 میلیون برای پخش. شما بعد لایو تماس با من بگیر حتما، شما خوب پول میدی. نه خب ببین خب همین برای همین مثلا اومدم. ببین سایه اومد رفت یه لحظه. خب استاد بزرگ ایشون استاد بزرگوار ما هستن. استاد دوربین گریز ما. استاد خودشون موزیسینن و از موزیسینه بسیار قدر، ولی دوست ندارن دیده بشن. خب بفهم. و یعنی اینکه یه جورایی به قول سیا اومدیم اینجا و قید همه چیزو من زدم، چون آقا یه بار باید مردم بیدار بشن دیگه. گروهی که برای به نام اکس بند درست شده میای سایت و اینم بهت بگم، اون کسی که اسمش وین که تو گروه اکس بند، اون بنده خدا، اون اسمش پوریا از دوستای ساسان بود تو لندن، زمانی که ساسان لندن بود، اون زمانی که انگلیس بود، که اونجا برای اقامت ازدواج کرد و بچه‌ای تولید کرد و که الان بچه بنده خدا به اسم برسام اونجا داره با مادرش بزرگ میشه. این زمان آقا پوریا دوست ساسان بود، پوریا رو آورد و پوریا خب خیلی مخارج و چون ساسان کس به کسی نزدیک نمیشه تا بوی پول نیاد، اصلا نمیاد نزدیک. خب آقا پوریا خب خیلی خرج و مخارج و اینا رو بنده خدا پرداخت میکنه، اونم به امید حالا بولد شدن و فلان و اینا. و اون دوستیه که دوست میمونه دیگه، معمولا اینجوریه، کسی که پول پرداخت میکنه دوست میمونه دیگه. کسی هم که پول پرداخت بچه‌ها من یه دقیقه تلفنم زنگ خورد آقا، یه دقیقه قاطی نکن. خواهش. کیه؟ بله. خب میفرمایید. و اینکه گروه اصلا ساخته شده همینجا برای اینکه شرط بندی رو تبلیغ کنه. ببین ما نه نفی میکنیم نه اصلا آقا دورو نباشین، ما اصلا نمیگم میخوای سایت داشته باشی. آقا مگه زلاتان تبلیغ نمیکنه؟ رونالدو مگه تبلیغ نمیکنه؟ بیا ایرانی چرا دور میره؟ پویا مختلف رو بازی کن، یا اینکه تو سایت داری یا اینکه نداری. خب یا اینکه اینوری یا اینکه نه، یا اینجوری دلسوزی برای مردمت بکن آقای ابی، آقای ساسی، آقای فلان بیسار، یا اینکه از این ور فرشی نه بیای از این ور یه گروه باز کنی تو لفافه، بیای اون بچهای بدبخت تو ایران رو با زندگیشون ریسک کنی. ساسان سورانی، امیر ارشیا، اینا تنظیم کنندان. حالا ساسان سورانی بیشتر ترک زده براشون. اون دختره که تو ایرانه حالا اسمشو نمیبرین. درسته. بیا این کارا رو بکنی، با زندگی اینا بازی کنی، ازشون استفاده کنی، اصلا برات مهم نباشه. بعد گروه شرط بندی را بندازی که کیه رنج سنید بچهای بین 16 سال 15 ساله تا 22 سال. متاسفانه بله. خب آقا بعد مثلا این بخششو متوجه نمیشم که آقای فرشید خان، آقای ابی، بزرگواران، شما مگه درآمدتون کم بوده طی این سالها؟ هیچکی هم اون اولش گفتم هیچکی هم برنامه نرفته باشه، شما کنسرت گذاشتی به دفعات، پول فراوون در آوردی به دفعات. آقای ابی کلینیک داره تو لس آنجلس. بابا خب بستون نیست؟ یعنی واقعا
اگه میخواین میلیاردر بشین، راه میلیاردر شدن این نیست که از این و اون $1000 $2000 بکنید. $1000 واسه من و رامین پول نیست، واسه هیچ کی، واسه شما خود شما پول نیست. شما یه ویدیو 4-5 هزار، من خیلی برام پول، من $1000 گلم شما هر ویدیو 4-5 هزار یورو به خدا پوله ها. نه به خدا واقعا نیست. نه خب من میدونم. نه واقعا آره نمیدونم، خدایی میدونم، خدایی. ولی اگه واسه من هست $1000 واسه نه ولی جدی میگم تو مقیاس پول، اگه پول مثلا در مورد پول واقعی صحبت می‌کنی، $1000 واقعا چیزی نیست نسبت به درآمد اینها، نسبت به درآمد دیگه. آره دیگه 70000 تا 60000 تا میگیرن، جت اختصاصی داره طرفو و چیزایی که هست میدونم چه میگه. درست. به خاطر همین به نظرم خیلی قشنگ نیستش دیگه که شما خودتو دله نشون میدی اول همه، یعنی پول ندیدم من. خب آخه اصلا تو شرف هنری تو داری میخوای ببری زیر سوال به خاطر $1000؟ من اینو واقعا درک نمیکنم. حالا بعد یه چی جالب بهت بگم، روزی که توی این دیگه خیلی به قول معروف این بحثای ما خیلی داغ شده بود این آخراش، اینا برای من یه مسیج زدن که آقای داغ شده بود یا رکیک شده بود. اینا من مشخص کنید که نه رکیک ما نمیزنیم عزیز، ما خیلی فنی، ادبیات فنی استفاده میکنیم که برخورد سفت شد رسما که صدا بچه‌ها به لرزه افتاد اونور. ادامه بده شما. بالاخره میگم برنامه‌گذارا اینجا هم رفیقای ما هن دیگه تو این شهر، نه مثلا یکیشون رفیقمون باشن و همشون رفیقامونن. متاسفانه پول خورده نمیشد، دیر و زود میشد ولی خورده نمیشد. و قضیه رو اینجوری تموم کردن که یکی از دوستان از آونگ با من تماس که اینو گوش بده، این که دیگه آس پیک قضیه است، اینو گوش بده. یکی از دوستان از آونگ با من تماس گرفت و یه آفر خیلی خوب برات دارم، خیلی فلانه بیسار، میدونی چی کار میکنیم؟ من یه کاری میکنم این پولو ساسان به تو برگردونه، بعد از این ور من 2 تا شعر و ملودی هیت دارم از ساسان، دوباره از همون ساسی، یکم پول کم داریم، بیا دوباره این پوله رو من میگیرم بذاریم تو اون 2 تا شعر و ملودی ها رو با هم بخونیم. گفتم داداش چی میگی؟ یعنی واقعا اصلا دنبال چی میگردن؟ این قسمتشو امین جون شما میشه کمکی من هیچ اونو دزدی یه دوره هم دیگه حالا دارن میخورن دیگه. آره دیگه. و حالا این دوست ما چیز کرد و تو این پروسه با ما بود و پولو برگردون. بعد قضیه اینجوریه که اومد گفت به خدا ساسان انقدر فوش ساسان سورانی تنظیم کنند، انقدر فوشش داد، انقدر چیز کرد، بابا خیلی بچه مشتیه، اصلا اینجوری نیست. در صورتی که ما 24 کانکشن داشتیم تو این بحثا، در صورتی که اینا هم نمیدونن. من گوشامو ما پشتشو تازه دادیم، با ژیلت زدن، دوممون هم جراحی کردیم. اون دوران تموم شده. آره. و بسیار عالی. قضیه اینجوری شد که برگشت به ما گفت که دیگه تو یه جورایی، یعنی آخرین وایسا این بود که تو خودتو سوزوندی تو موسیقی ایران. منم گفتم آقا من خودمو سوزوندم، حالا من نشونتون میدم کی سوخته، من گروهتون رو میسوزونم. تموم شد و رفت به همین راحتی. چون آقا اصلا ببین خیلی ضایع است، یا بیان گردن بگیریم بگیم آقا این گروه ماه، آقا این قضیه اینا رو تکلیفاشو واسه ما مشخص کنن. اسم سایت ها رو من متاسفانه روش بوق میذارم چون نمیخوام براشون باره فقط اون بخش بتشو شما بذار باشه. آره، که آره. خب. آره اینا رو بیان تکلیفشو مشخص کنن. این سایت هایی که هی توی ویدیوها هست و اسپانسره و توی آیپد عکسش میفته و روش پنجره ماشین عکس سایت به تو میدن و اینا رو تکلیفشو باید مشخص کنن به نظر من. یا رو راست بیان بگن آقا آره اینجوریه یا اینکه نمیشه، تا ابد نمیتونید این خره رو دلا سوار شید. یه سوالی دارم، ساسان یافته یه ماه پیش چیکار میکردی هتل تو استانبول؟ چیکار میکردی؟ زمانی که آرش رؤوف داشت 4 تا ویدیو تیزر برای اکسپند میزد، تو چرا باید اونجا باشی؟ تو چرا باید پیش آرش رؤوف باشی؟ تو چرا باید با پوریا بری استانبول؟ بابا دیگه همه اون استانبول هم رفیقای ما هن، از اون گنده هاشون بگیر تا کوچیکاشون، خبراتون میرسه. خب آقا ضایع است، نکنین، بذارین مردم بدونه. میخوای بهت تبلیغ کنی روت نمیشه،
اینجوری آقا دیگه هر چیزی پیش اومد به تنت بمالی دیگه. میخوای الکی سایت بت داشته باشی، اسپانسر فلان. بابا اینا رو که خرجاشو خودتون میدی. اون بدبختی که تو مزیقه میذارینش $5000 شعر و ملودی از آشغال، یعنی الان ببین، مثلا خندت میگیره. آدمایی که تو برام اروپا بفرستی شعر و ملودی آشغالی که فرستاده. بله هست، میفرستیم بیاد خدمتتون. بزرگوار. وای دیوونه شدم فکرت تو سرمه، این همون عشق منه که همو دوست داریم. ای ای بهت میگم تو 5 کلمه، دوست دارم بیشتر از همه. تو چشات مال منه و بگو مال منی. ای 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 نمیگذره ساعته، این دل بی طاقته، چه خوبه این عادته. به تو میرسم آخه، میخوام تر حالته. مرسی عشقم بابت قلبت ما به هم میرسیم. آره عزیز ببین، آدمایی که تو اروپا زندگی میکنن امین جون و تو امریکا، خودت بهتر از من میدونی ما همه مهاجریم، ما همه کارهای سخت کردیم. الان هم هر کدوممون اگه بیزینس خودمون داریم سالها سختی پشتش بوده. اینو تو بشقاب برای ما با قاشق نقره‌ای تحویلمون ندادن. میدونی متوجه حرفم هستی؟ این آقایون این کارا رو دارن با کسایی میکنن که با سختی دارن پول در میارن. حالا کاش تو اروپا بودن این آدما. بخوره تو فرق سرم. این بچه ها تو ایرانن امین فردین. این بچه ها دارن به تومن در میارن، به دلار به اینا پول میدن. درد اینجاست. تو به جای اینکه یه آرتیستی که استعداد داره، دوست داره پیشرفت کنه رو ساپورت کنی، حمایت کنی، خودتون رو بزرگای قضیه میدونید، بعد میترسید، 4 ستون بدنتون میلرزه یکی خوب میبینید تو همون مسابقه استیج. من حالا نه به خاطر اینکه هومن دوستمه این حرفو نمیزنم، هومن تکاف که باشون مصاحبه کردی چند شب پیش، هومن تکاف شما باید لایو خوندنشو تو استودیو، من تمام آلبوم هومن، این آلبوم آخرش تنظیمای من بوده، میکس و مسترینگ من بوده، ضبطاش با من بوده. این آدم تو کل آلبوم من یه دونه اتوتیون رو صداش باز نکردم. من میفهمم تمامشو یه دونه فالشی نداره. لایو همونقدر جوست میخونه که تو استودیو جوست میخونه. آهنگ خود ابی رو از خود ابی بهتر خون توی استیج. توی چی میگن اسمش چی بود برنامه؟ پرشیا گات تالنت. آره. و همین باعث شد که اینا بترسن. اینا خیلی سریع میترسن. میدونی آدمای متاسفانه حالا ترسویی هن. چون که بنیه‌شون قوی نیست. میدونی شما اگه میخوای یه آدم موفقی تو هر مارکتی، تو هر بیزینسی، تو هر صنعتی، شما باید پیشینه علمی داشته باشی، باید سواد اجرایی داشته باشی و پیشینه اجرایی. یعنی فقط یک کدوم از اینا کار نمیکنه. درسته. و اینکه من حتما توی رسانه خودم سعی میکنم که حمایت بکنم. حالا ما به هر حال گفتم که یه مقدار حالا کوچولی بیننده داریم توی رسانه خودمون و سعی میکنیم که حالا همه دوستانی که با استعداد هستن، از جمله همین آقا رامین خودمون، آقا سیاوش، عمر اشکان و آسیاوش، همه دوستان ما حمایت میکنیم. حتی از رامین پول میگیریم چون پول خوب میده. داداش پست تلگرام چقدر میندازه واسه ما؟ پست اینستا و تلگرام پکیج بخوایم ورداریم ازت. تلگرام که تبلیغ نداریم ولی اینستا تبلیغ داریم. حالا بعداً شب نذاری ها، پنجشنبه شب داری جا خالی پنجشنبه شب خوش موقع بهمون بده. آقا اصلا من پسورد پیج رو اصلا تقدیم شما میکنم بی‌تعارف. و اینکه به نظر من وظیفه هر کسی هستش که از آدم‌های با استعداد حمایت بکنه، ولی خب پشت پرده اون سوء استفاده هایی که صورت میگیره اصلا هیچ کسی فکر نکنم قبول بخواد بکنه اینو سوء استفاده ها رو. حالا یا رومی یا زنگی دیگه. به قول شما همینجوری هست. یعنی واقعا اون چیزی که هستید باشید، نه اون چیزی که حالا میخواید جلو دوربین نشون بدید یا چیز دیگه ای. در هر صورت آقا را میخواد چیکار بکنید؟ آینده موسیقی خود، حالا اینا گفتن که میخوایم نابودت بکنیم و آینده موسیقی تو هم خراب میخوایم بکنیم دیگه. آره نمیتونن عزیز. اینجا
خودت توضیح. والا همین جان یه اتفاقای خوبی داره تو موسیقی ما میفته این اواخر. یه پلتفرم‌های جدیدی داره باز میشه، نمیدونم شنیدی یا نه، پلتفرمی اپی به اسم لایرا باز شده، یه جورایی همون اسپاتیفای به قول معروف ایرانیه. خب و اینا رویالیتی میدن به خواننده ها به خاطر کاری که میکنن. وقتی اثر شما بره توی این اپ، توی این سایت، بازدید که پیدا میکنی، بازدید داری، به قول معروف یه چیزی برمیگرده، قرارداد داره درست، اگریمنت های درست داره. یه پرانتز میتونم باز کنم؟ بله حتما. شما تو حالت عادی با تمام، حالا رادیو جوان، آونگ، تمام این لیبل ها وقتی شما میری باشون، حالا بجز مثلا یکی دو تا اون قدیمی ها که تو لس آنجلس بودن و فلان و اینا، این جدیدا به شما نه اگریمنتی میدن نه قرارداد درست حسابی میدن و مالکیت اثر رو از شما میگیرن. یعنی شما دیگه صاحب اثر نیستی وقتی کارو بهشون میدی. متوجه اینا این کارو نمیکنن. یعنی صاحب اثر همچنان خود آرتیست باقی میمونه، یا حالا شرکت تولید کننده که صاحب اثره. یعنی از نظر قوانین کپی رایت، از نظر رعایت کردن حقوق مادی و معنوی، همینجوری قفلتون دقیقاً. ببین این حالا اتفاقایی داره میفته، یعنی یه پلتفرمی به اسم لایرا حالا اومده، ولی خب اون بنده های خدا هم ما وقتی باشون حرف میزدیم انقدر تهدید شدن از این مافیای موزیک لس آنجلس و چون ما با اون بچه‌ها مستقیم در تماسیم. یعنی برنامه بر اینه که ما اصلا یه مقدار توی قضیه کمک کنیم، یه مقدار گسترش بدیم، اطلاع رسانی کنیم. من فکر میکنم که اینا بچه‌ها هم اگه حالا بعداً فرصتی پیش بیاد و بتونیم باهاشون صحبت کنیم، خیلی حرف برای گفتن دارن. امین فردین، یعنی اینکه انقدر تهدیدایی که شدن، پشت سرشون کارهایی که کردن، قراردادایی که به آرتیستا دادن که میخواستن بیان رو پلتفرم اینا کار کنن و یه کتاب خودش. من یه فکری زد به سرم همین الان به صورت خودجوش، فکر کنم عاملش هم شما باشید. من فکر کنم هر هفته، حالا میتونید هماهنگی‌هاش هم شما واسه من انجام بدید، خواننده هایی که با استعدادن، حالا چه معروف چه غیر معروف، ما تو برنامه باشون مصاحبه کنیم و هم معرفی بشن هم تبلیغ بشن. ما که پولی هر کسی نمیگیریم به غیر از آقا رامین چون وضعش خوبه ازش میخوایم پول بگیریم. خب از بقیه خواننده هم حالا پول میگیریم؟ نه نمیگیریم. خب اولک دیگه همشهری خودت هم میخوای پول بگیری ناموسن. آره فکر می‌کنم واقعا من دوست دارم کمک بشه و هر هفته اگر دوست داشتن میتونم بیان تو برنامه ما شرکت بکنن. البته نه همه، اونایی که واقعا یه لول صدایی داشته باشن، یه انقدر کارشون خوب باشه و فکر میکنن که حقشون خورده شده توی مارکت‌های موزیکی، من حاضرم با کمال میل باشون بدون هیچ تعارفی مصاحبه بکنم و با علاقه که حداقل هم دیده بشن، هم صداشون شنیده بشه و هم حالا توی اینستاگرام خودم که بیش از 834,000 نفر دنبال کننده هم داریم، من آهنگاشونو میذارم، تگشون هم میکنم. بفهمید این یعنی چیزی بود که من گفتم. مرسی که انقدر به فکری. امین این واقعا دوست داشتنیه. من خودم برنامه شما رو همیشه دنبال کردم و دنبال میکنم و دلیلش این شفاف بودنته. اینی که با ظلم و فساد مقابله میکنی دوست داشتنیه برای من. حالا شما میتونی ادامه بدید. قربونت، خیلی فکر خوبیه. به خدا شاید باورت نشه، شاید بالای مثلا خود من 40 تا دایرکت دارم بچه‌هایی که رامی میتونی کمک کنی بریم رادیو، خب نمیدونن کجا من چی بفرستمت که بری اونجا مثلا خالی بشی، یا اصلا پولی داری که میخوای خالی بشی. ولی من از اینجا اعلام میکنم بچه‌هایی که واقعا به قول شما استعدادن، هم امین جان هم ما اینجا کمک میکنیم، مخصوصا اگه تو اروپا هم کسی هست یه حرکتی راه بیفته. اینجا مسئله اینه یه حرکتی در مقابل این مافیا و فساد موسیقی ایران راه بیفته. جرأت. ببین دلیل موفقیت این مافیا اینه که همشون دستاشون تو یک کاسه است و دستاشون تو دست همه. من فکر میکنم که برای مقابله با یه همچین جریانی ما هم یه تعداد آدمایی که مخالف این جریانی باید دستامون رو بذاریم تو دست هم، متحد شدن از همه چی. من رسما اعلام کردم دیگه، هر کدوم ما هم رسما از همینجا اعلام میکنیم که همه جوره در خدمت شما و در خدمت این اهداف هستیم. لطف دارید. آقا آینده رو چجور می‌بینید آقا رامین؟ یه صحبت نهایی اصطلاحاً یه پرانتز رو ببندیم و جمع‌بندی بکنیم چون فکر کنم طولانی هم شد دیگه. بیش از 50 دقیقه تقریبا صحبت کردیم با هم دیگه. چقدر هم زود گذشت.
قربونت بشم. به ما که خیلی خوش گذشت. امین جان والا آینده ای من برای موسیقی ایران تا زمانی که امثال ما جرئت نکنن اینجوری نیان، من الان میگم آقا مثلا چی میخواد، مثلا رادیو جوان منو پخش نکنه، کی منو آونگ منو اصلا پخش دیگه مهم نکنه، نیست، ما دیگه اصلا مهم نیست. یعنی من وقتی اینجا نشستم اصلا پیشو به تنم مالدم که آقا اصلا ببین امین جان میخرمشون، منو پخش نکنه. اینا اینجوری ان $2 بیشتر بده امین جان برات بندری میرقصه، یارو بریک دنس میره، رو هلیکوپتری برات میزنه. دقیقاً به مسئله این نیست، ولی دیگه نمیخوام، دیگه اصلا نمیخوام اینجا پخش بشم. در عوضش میخوام یه کار درستی انجام بدیم، یه راهی را بندازیم. آقای جوونی که تو ایران نشستی داری این ویدیو رو میبینی، بتونی بدون اینکه اصلا تو نباید کسی که استعداد داره بیاد پول بده برای پخش شدن. یعنی چی؟ ببین موسیقی، صنعت موسیقی یه صنعت کثیفیه تو همه جای دنیا. خب هر چی که توش پوله اینجوریه دیگه، بالاخره درگیره. ولی اینا دیگه فاجعه کردن. اصلا ما صنعتی نداریم که بخواد کثیف باشه. ببین صنعت، ما هنوز ابزاری که برای این قضیه تولید میشه رو بچه‌هایی که ادعای مهندس صدا بودن و میکس و مستر رو تولید کننده و تنظیم کننده، ابزار این صنعت رو هنوز باهاش آشنایی ندارن خیلی‌ها. یعنی شما 90% این تنظیم کننده ها رو بذار توی استودیوی درست حسابی، استودیویی که کنسولای لارج فرمت داره، شما خودت تلویزیون کار کردی حرف منو متوجه میشی، بذارشون توی استودیو، اگه تونستن 3 ماه بهشون وقت بده صدا رو فقط از توی اسپیکرها پخش کنن، من جایزه میدم خودم. 90%شون این شکلی هن. اصلا هم لازم نیستش که شما حتما دانشگاه رفته باشی. حالا من دوست داشتم رفتم درسشو خوندم، دانشگاه مهندسی صدا خوندم، موزیک پروداکشن خوندم، موزیک بیزنس خوندم که چون دوست داشتم. ولی لازم نیست حتما شما اکثر پرودوسرهای گردن کلفت دنیا، دکتر دری مگه مثلا مدرسه رفته؟ بیتلز مگه مثلا مدرسه رفته بودن؟ اریک کلپتون مگه مدرسه موزیک رفته بوده؟ هیچ کدوم اینا مدرسه موزیک نرفتن، ولی هنرشون رو با دقت و پشتکار دنبال کردن. اینا زحمت کشیدن برای اون اثری که خلق میکنن که با حد اکثر کیفیت بیرون بیاد. کاملا حرف شما درسته. آقا یه جمله پایانی آقا رامین شما بگو که در خدمت باشه. تشکر میکنم از اینکه اومدی این وقت رو دادی و اینکه جمله پایانی اینه که به زودی این قضیه تموم میشه. سالی یه بار آهنگ دادن و بولد کردن و بیایم اینو اینجوری کنیم، اینجوری پول در بیاریم، بعد خیلی عذر میخوام این سگ پرتش کنیم اونور، و این دستایی که آقا من سوالم فقط مثلا میگم به مردم دارم میگم، خودتون قضاوت کنید. یه همچین آدمی، یه همچین شخصیتی که پر از دروغه، سر تا سر موجودیتش سر تا سر دروغه، وقتی میره میشینه سر سفره آقای عیبی سر نوروز، یعنی اینکه همنشینا به هم دیگه کشیده میشن دیگه، هم اخلاقا، هم به قول معروف کمال همنشین، کمال همنشین بالاخره اونجا کلاس مسترشه دیگه. اون که آقای اونجا دارن یاد میگیرن. دوره‌های پیشرفته مارگیری رو اصلا اونجا باید بری شما پیدا. ولی این سری خوردن به مارگیر خودشون. متاسفانه دوباره من خودم بچه مطربم، بچگی پدر من مسئول تبلیغات جبهه جنگ بوده تو خود جنگ. من خودم بچه با پیانو ارگ بزرگ شدم. ایشون الان از سن 15 سالگی تو تمام استودیوهای تهران رفته اومده. ولی ببین اینه، بچه ها رو تهدید میکنن، ازشون این جرأت رو میگیرن که بیان بشینن حرف بزنن. آقا چه خبره بابا؟ اصلا باورت نمیشه. خیلی ها من باهاشون صحبت میکنم راجع به این مصاحبه، بچه‌ها رامین سوخت، رامین به قول معروف کریرت سوخت، فعالیتت الان نابود میشه. آخه مسئله اینه کریری وجود نداره. کریری وجود نداره داداش. من اومدم از روزی که من اومدم وارد این مجموعه شدیم با سیاوش و اینا، ببین تازه من خیلی هم افتضاح نبودم، ولی بچه‌ها جمع شدن گفتن رامین اگه می‌خوای این راهو درست بری، اول بیا 6 ماه یه سال دوباره سولفج از اول دوباره گرم شد. چون همیشه اینجوری نمیمونه همین جان. یه روز ما برمیگردیم کشورمون، یه روز این قضایا عوض میشه گاهی پشت و اون روز و اون روز دیگه آخه کسی مثل ساسی مانکن اینا، وقتی ما حامی‌ها رو داریم، وقتی ما شما اسم ببر بابا این همه خواننده نیما مسیحا، حامی نمیدونم فلان، اینا ما خواننده خوب کم نداریم، امین فردین نوازنده خوب کم نداریم، آهنگساز خفن کم نداریم. مثلا الان چند نفر از مردم ایران آقای علیرضا مشایخی میشناسن؟ مثلا موزیکشو گوش کردن؟ به خدا اگه 5% از هر باره من میدونی چی دارم بهت میگم؟ اگر
چند نفر مردم آقای چکناواریان رو میشناسن؟ به خدا اگه 5% هم بشناسن. تازه آقای چکناواریان یه اسم بولدیه، اسم بزرگ وزنه تو موسیقی مملکت ما. استادنشون. آقا متاسفانه اینا هست. سیاوش حرف پایانی هم که شما زدید دیگه. نداری حرفی، صحبتی، سخنی، حرفی، حدیثی؟ فقط از شما تشکر میکنم که این لطفه. فرصت رو به ما دادین. خواهش میکنم که با شما بیننده های خوبتون صحبت کنیم. امیدوارم که همه چی خوب شه. امیدوارم، منم همچنین، و اینکه امیدوارم که حال دل مردم خوب باشه. این مافیای موسیقی هم شرش کم بشه دیگه، چون من چندین تا برنامه ساختم راجع به مافیای موسیقی، راجع به خود رادیو جهانم برنامه ساختم، راجع به آدمایی که تو ایران هستن. و جالبه یه نکته هم اینجا به شما بگم، اسم یه بنده خدایی آورده بودم، مثلا آقای پشمکیان، گفته بودم این آقای پشمکیان مثلا تو رادیو جوان آهنگ میفروشه، مثلا تو ایران اسمش هم آقای پشمکیانه، با رادیو جوان در ارتباطه. اون یه تیکه برنامه من ورشتود کات کرده بود واسه رفیقای خودم فرستاده بود، حالا هم توی آلمان هم توی ایران. میگفت ببین من جز مافیای رادیو جوانم و امین فردین اسم منو آورده. یعنی یارو ببین چقدر همین همشهریمونه. همین همشهریمونو میگی؟ بله. آره ایشون سالهای اول ایشون چی بهش میگن؟ ارتباط، پل ارتباطی من بود. یعنی ببین یارو چقدر آدم وقیه. یعنی ما بهش گفتیم ما این پشمک، این اصلا آدم چیزیه، همونو برداشته گذاشته به عنوان سیمکش. میتونی از واژه سیمکش استفاده کنی شما. بله شما خیلی خوب تو استفاده کردم، فرستاده واسه اینا اون وایس. حالا من امروز صحبت می‌کنم با یکی از دوستای خودم، افشین آوا، اگر بشناسیدش توی کلن آلمان، برای افشین هم فکر کنم فرستاده بود، ببینم پیداش می‌کنم براتون بفرستم. در صورت مرسی از آقا سیاوش عزیز، آقا رامین عزیز از کشور سوئد با ما همراه بودن. امیدوارم که از حالا به بعد کارهای خوب و باحال از شما بشنویم. دم شما گرم. مرسی. شاکریم امین جان. امین جان لطف کردید. خدا نگهدار.